وزیر امور داخلی تاجیکستان خواست آنهایی که به قول او با گرفتن عکس و نوار برای رفع عاقبت‌های حادثه‌های ناخوش و طبیعی از جمله سوختار و سیل خلل می‌رسانند مجازات شوند. رمضان رحیم‌زاده روز 21 ایول در صحبت با خبرنگاران بر عنوان مثال از سوختار اخیر در بازار کاروان یادآور شد که انبوه مردم تماشابین و گروه عکسبرداران و نوارگیرها به فعالیت کارمندان آتش نشانی خلل رساندند. سوختار بازار کاروان که در نتیجه سهلانگاری و بی‌مسئولیتی محافظین بازار به وجود آمد باعث ضرر دیدن 160 نقطه سودا گردید. کارمندان خدمات آتش نشانی بعد اخبارات گرفتن سری وقت به جای حادثه رفتن سوختار را در مدت 3-4 ساعت پورا خاموش کردند. بسیار شما شاهد بودید، لیکن بسیار تشویش‌آور آن بود که شهروندان ما بسیار بیهوده جمع شدن رسمگیری و تماشا و خلل رساندن بر فعالیت مقامات سوختار خاموش کنی خیلی ممانعت ایجاد کردند. وزیر امور داخلی تاجیکستان در حال به این نقطه اشاره کرد که عکس و نوارهای هم آتش‌سوزی شب 2 ایول در بازار کاروان دوشنبه و هم بازار مرکزی ناحیه فرخار در شام 30 می بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال در سایت‌های اینترنتی نشر شدند. سازمان‌های مستقل خبرنگاری تاجیکستان پیشنهاد وزیر امور داخلی در مورد مجازات افرادی که به گفته وی به روند رفع عاقبت‌های حادثه‌های طبیعی یا سوختار خلل می‌رسانند غیر قابل قبول خواندند. قبول شدن چنین یک پیشنهاد این ویران کردن معیارهای بین المللی دسترسی به اطلاعات محسوب می‌یابد و البته به آزادی بیان و اطلاعات در تاجیکستان مساعدت نخواهد کرد. همزمان باید تاکید کنم که البته در حالت رخ دادن آفت‌های طبیعی که خصوصیت تکنوگنی هم دارند، آنهایی که برای اهل جامعه اطلاع آماده میکنند حقوق دسترسی به اطلاع دارند و کسی این حقوق را محدود کرده نمیتواند. به اعتقاد رستم گلوف کارشناس تاجیک معمولا در جریان برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت‌های طبیعی رفتار دغلانه و غیرقانونی کارمندان حفظ حقوق نیز در نوار آمده و شاید مقصد اساسی از این پیشنهاد روپوش کردن کمبودی‌ها محسوب شود. هنگامی که تکنیک موثر از جمله تلفن‌های موبیلی میتوانند چنین امکانیت را میدهند به شهروند، این یک ژورنالیستیک شهروندی به وجود آمدگی است و نو اکنون شاید که قدم‌های اولینش را در جامعه ما گذاشته ایستاده است، اما چنین قرارها چنین تغییرات‌ها به قانونگذاری میتواند عموما همین ژورنالیستیک شهروندی را بلاگری را از بین برد، چون که خودی مفهومی خلل رسانیدن خیلی مفهوم وسیع است. یعنی برای شاید که یک نماینده همین نهادهای داخلدار چون این توبت که شما تلفنتون رو برآوردید این علاقه خلل رساندن است. در همین حال کارشناسان مسائل حقوقی میگویند در قانون میلیتسیا فعالیت کارمندان حفظ حقوق در جریان حادثه‌های طبیعی و ناخوش تنظیم شده و هر عاملی که به ترتیبات جمعیتی خلل وارد کند میلیتسیا عهده‌دار است امنیت اجتماعی را با هر راه و وسیله تامین کند.